از چون همیشگی برنامه نورافکن است مهمون خانه‌دانی شما. اوشا کاری میخوریم اوشا. یعنی یک خانم خیلی هم پر از نیرو توانا که در صحنه هنر خیلی هم نقش‌های ماندگار آفریده است. بیان تو نگاه کرده اشککتون نمی‌بیاید. از موفقیت‌ها گپ زنیم. تو رسیدن به موفقیت زینه‌های خیلی زیاد است. این دشمنا هوا میکنه. من شرم داشتم خودم رو گم کردم. با آبیجان ما کسیگم تیفا آوردیم. نه اینو نه گرده ها کشیده. گذاریم. به عشق من گمان میکنم که حیات نیست. شما نیز یگان چی را قربان کردید برای صحنه؟ و یگان به گوشه کلام نمی آمد که من هم هنرمند شوم. روز روزگارتان بخیر باشد هموطنان عزیز. چون همیشگی برنامه نورافکن است مهمون خانه‌دانی شما و طول چند لحظه که با هم هستیم امیدواریم که بهترین لحظه ها را پس سر می نماییم. بله دوستان عزیز، این نوبت برنامه نورافکن پر از جلو و تابش هنر است و سرشار از مهر و محبت است. زیرا مهمون برنامه ما هستند این نوبت دلبر عمر و هنرپیشه خلقی تاجیکستان، هنرمنده که ما خیلی هم دوست می‌داریم با نقش‌های آفریده‌اش. یعنی یک خانم خیلی هم پر از نیرو توانا که در صحنه هنر خیلی هم نقش‌های ماندگار آفریده است. تشکر. شما را خوش آمدید میگوییم با برنامه نورافکن. تشکر. من امیدوارم نصیبه عین زمان برنامه نورافکن نور میبخشد به خاندان ملتی تاجیک، چون اینجا سراپا هنر و استعداد و ایجاد است. خوش آمدید با برنامه نورافکن. اگر شما رو زیباترین ملکه روی صحنه تئاتر یا سینما گویم خطا نمیکنیم. رحمت. در حقیقت زیباترین یعنی اکتریس هستید که تا امروز وقتی شما رو طریق آینه نیلگون یا روی صحنه تئاتر میبینیم حلاوت میبریم و از زیبایی شما باز یک جهان زیبایی به خود میگیریم. یعنی بیا پیش از همه درباره زیباییشان سخن میکنیم که در این سن و سال بله اینقدر زیبایی از کجا سیر در کجا باشد. زیرا تا جای ما داره بریم شما یگان نمودی یعنی از زیبایی رو استفاده نمیبرید. نه یگان نمودی کسمتیکی رو یا موادهای کسمتیکی رو. نه مثلا من چشمانم رو رنگ میکنم، البته قاشانم رو اسم میکشم. خیر همین چیزی که در طبیعت هست با استفاده میبرم از بیشتر چیزهای طبیعت. اما اونقدر شما تعریف کردید که من از اول برنامه خودم رو گم کردم. بله باور دارم نصیبه که هر یک بیننده این زمان همین رو میخواهد بدوند که سری جوان ماندن شما، سری زیبایی و چون شما خیلی هم همیشه پر از نیرو هستید در تکاپو در تشکر. گمان میکنم که هنر که دارم شکر خدا، هنرم که زیباست، هنری من هنری صنعت زیباست. برای همون در نظر شما شاید من زیبا تابم و پدر و مادرم شخصانی خیلی زیبا بودند و دلی صاف دارم، نیتم صاف، با یگان کس بدی نمی کنم، کوشش میکنم بیشتر خندم، کوشش میکنم خوبی کنم، شاید هم زیبایی در همین باشد. کوشش میکنم کارم رو حلال کنم تا اینکه با تماشابین معقول شود، تا اینکه تماشابین قبول نماید. شاید که برای همین در نظر شما زیبا هستم. بله درست است و چطوری که گفتید کوشش میکنم و شما یک چیز دیگر رو زیادتر کوشش میکنید، بیشتر کوشش میکنید که کمک خود رو به کسی رسونید. این از کجا باشد که همیشه با کسی رو خبرگیری میروید و با عیادت بیماران میروید و این عادت از پدر مونده باشد یا از مادر؟ گمان میکنم که از مادر. گمان میکنم که هم از مادر، البته از پدرم هم. از کودکی من از 10 سالگی از مادر موندم. بله. و اکا و خواهر و برادرانم اگر گویم که
من مثل مادر شدم به آنها، دختری کلانی بودم. شاید که همون مهری که الکی همچون مادر شدم و آنها رو همچون مادر کلان کردم، گمان میکنم که از همانجا سر زده است. و در حقیقت من خیلی رحمدل هستم و یگان بیماری رو اگر فهمم که شخص بیمار است، البته بگذار وی دشمنی کرد، بگذار وی بدی کرد، بگذار، به این چیزها نگاه نمی کنم، برای اینکه با بیمار یک سخنی خوب، یک تبسم، یک شوخی، یک رفته خبرگیری الکی دلی بیمار رو میبردارد. گمان میکنم که باید که همان بیماران رو باید که دستگیری کند. درست است. بله. گویند گانه هایم از عشق دل رفشن، هر کس که دوست می‌دارد هم مثل تو با من، عشق عجیب قدرت است از غم رها سازد، با نور و با سخاوت دل می‌نوازد. مهری بزرگش مشکل کشا شد کفکفی در سینه جا شد، مهر و محبت و مشکل کشاست، لطف و وفایی و پشت و پناه. خوب، بیاید از همون بازم شروع کنیم که چگونه وارد صحنه شدید. از اول نقشه و همینطور از موفقیت ها گپ زنیم. تنها از موفقیت البته چون تو رسیدن به موفقیت زینه های خیلی زیاد هست. بله درست است. با اون با مشکلی، با اون با مهنتی زیاد، با اون با پیشپاخوری ها رفته میرسی. من خیلی شخصی خوشبخت هستم. نصیبه جان، مسرور جان، وقتی که من 7 ساله بودم در صنف 1 میخوندم، الکی مرا به فیلم نامه تکلیف کردن. من با دختری وا خوردم، گفتن فیلمی که در تمام جهان گویا مشهور است، خطا نمی کنم، در آنجا یک دختره که میدهکی که همراه لاله همراه کودکان بوده، مرا انتخاب کردن، شادروان طاهر صابرов. و اگر قدم های اولینم رو به صنعت در سن 7 سالگی موندم، گویم اگر خطا نمی کنم. هنرپیشه حقیقی. چشمم به ره آمدنت چار شده است، گلهای جهان در نظرم خار شده است. درست است. ما درک داریم که شما در سن 7 سالگی یعنی قدم های نخستین رو در سینما گذاشتید، ولی اون وقتا حتی تصور نمیکردید سینما از کارگردان است چی است یا کی اکتریس چی است. ولی اگر شما کمی کلانتر می بودید، همین راه رو انتخاب میکردید، دشواریش رو دانسته؟ من آرزو داشتم همیشه که مثل شمایان ژورنالیست شوم. برای آن که شادروان پدری من از تا روزی گذشتنشون ژورنالیستی میکردن، کتاب مینویسیدن، شاعری میکردن، کتاب‌های خیلی زیادی دارند و آرزو داشتم که مثل پدرم ژورنالیست شوم. و در مکتب هم کوشش میکردم با زبانی ادبیات، مثلا کتاب ها رو بیشتر میخوندم، شعر میخوندم، کم کم شعر مینویسیدم، با پدرم نشان میدادم و آرزو داشتم که ژورنالیست شوم. درباره صنعت تماما فکر نمیکردم، برای آنکه گمان میکردم که من حق ندارم با این حسنی که دارم، با این خاراکتر گوییم که من یک دختری شوخی چقانکی بودم، میگفتم که هنرمند باید زیبا باشد. مثلا نگاه میکردم به کینوتئاترها رفته، به رسمهای دلبر قاسیمова، صوفیر جانونا و دیگر هنرمندان زیبا، وقتی که نگاه میکردم ساعتها نگاه کردم، میایستادم که اونها چطور زیبایند و یگان به گوشه کلم نمی آمد که من هم هنرمند شوم، برای اینکه من هیچگاه خیلی زیبا نمیشوم. یعنی خود را زیبا نمیشمارید؟ نه من حالا من زیبا نمیشمارم خودم رو. بهترین.
یعنی از که حس کردید که شما رو میگویند که بانوی زیبا است، دلبر بانوی زیبا است، یعنی از که شما رو زیبا میگفتگی شدن مردم؟ این یک موضوع خیلی شرم‌آور. بله درست است. در حقیقت آدم باید که تماشابین ها باید که دیگر شخص به تو گویند که تو مثلا زیبا هستی. زیبایی این نه تنها روی، لباس، نه تنها ظاهرا البته زیبا میکنه. خاکساری میکنید شما؟ نه من میدونم، من این رو حقیقتا میدونم که آدم رو هنر، رفتار، آدم رو مثلا پاکی، تازگی، نیکی زیبا میکند. شاید که یگان چکره در همین در من باشد. و در یک پرستوی نوبتی که در آن ما یک نمایشنامه سعیدی کرنل رو میبازیدیم، همون وقتی که بهترین هنرمند، بهترین رژیسور، کارگردان، بهترین اپراتور مثلا جایزه ها رو تقسیم کردند و در نیمی جایزه سپاری زیباترین هنرمند گفته یک جایزه رو سپاریدن که نامی مرا گرفتن. شما حتی درک نداشت؟ من شرم داشتم، خودم رو گم کردم که اینقدر در گرد و اطراف من زیبا هستند و من جایزه هنرمندی زیباترین رو گرفتم. و با فکرم این جایزه تاخیر به شما سپاریده می شود. تشکر. ما در کجای شهر زندگی میکنیم؟ شاید در خانه خالم. این در کنج شهر؟ قشلاق بریم، لیکن شهر. چرا؟ با من وعده دادن که خانه میدین از خوابگاه کماندیرون. انا وقتی که رتبه نوبتی دادن. من میدونم نوده های تو در شهر، اما ریشه های تو حالا اینجاست دولت. از همه نقش دوست داشتهتون کدام است که شما میخواهید تماشا کرده استید؟ وای نه، من هر وقتی که در اکران خودم رو تماشا کردم همیشه با یک چشمی صنعتکار نگاه میکنم. همیشه خطاگی خودم رو میخوابم، کمبودی رو میجویم که چرا من اینجا رو این خیل بازی نکردم، چرا من مثلا این خیل نه ایستادم که خوبتر بازم. بیشتری تماشابین ها همین خیل هستند و اگر که گوییم که تمامی نقش ها مثل فرزندانی که اونها رو تقسیم کرده نمی شود و گفته نمی تواند یگان مادری که این بچه من زیباتر، این بچه من بیزیبتر، اینش خوبتر، اینش بدتر. چطوری که پدرم می گفتند کدام انگشتت رو که گزی درد می کند. برای من همه نقش هایم مثل فرزندانم عزیز هستند. نمیدونم همش رو دوست میدارم، انتخاب کرده نمیتوانم. دلبر عمرова هنرمند خلقی تاجیکستان، زاده شهر دوشنبه و ختم کرده دانشگاه تئاتری روسیه می باشد. دلبر عمرова از زمره بانوانی است که در مسیر تئاتر و سینما جایگاه خویش را کیها باز پیدا کرده است. نقش ها را در تئاتر و سینما خیلی جالب و شایسته می آفرد. نام برده طول فعالیت ایجادیش بجز از تئاتر و نمایش‌های تلویزیونی اینچنین در بیش از 50 فیلم‌های هنری وطنی و خارجی نقش‌های مختلفی را با استعداد فوق‌العاده‌اش بازیده است. شما شاید موافق است و مانند است با زندگی شما کدام باشد؟ یک 3 سال پیش ما در فیلمنامه پری از پس کوی قاف یک نقش رو به من بهرام جان سیفالدینов دادند و اون کس از اول به من میگفتند که از روی زندگی من، از روی خاراکتری من این نقش رو نوشتند و در بعضی جاهایی که من در اونجا میبازم در حقیقت من به خیالی میرفتم که حیات من همین طور بود، حیات من همین طور گذشت و اشکارم میریخت، میخندیدم همچون خودم دلبر.
جون وای خدا تو زنده ای؟ تو مرده بودی کو؟ خانه سخته ها خوش آمدن خوش آمدن رحمت اوی های نکنم زنده به زنده برده منو حالی میگرانده ده ای کنی دفچه بید از خانی من کنی پایو قدمتون از خانی من کنی تیز پایو پختتون کنی در خانی من گم شد خانه سخته ها بهانه گفته یک سالی دراز برای اشکم سیر کنی خانه من میبیاید ای رمید آچه آتیتون هفتش خورید فهمیدی؟ بیبی و باباتون چیلش خورید دف شود خانه سخته ها عموما همه نقش هایم کوشش میکنم که از حیات خودم البته ستانیسلавский یک سیستم ستانیسلавский است که اونجا میگوید که این اساسی ستانیسلавский که اگر من با جای همون نقش شخصی که نقشش رو بازی میکنم همون باشم همیشه تمام هنرمندها گمان میکنم اول خودشون رو با جای همون نقش میمونند که من اگر میشدم در همین حالت چی کار میکردم من هم با همین راه کوشش میکنم بازم و میشود که این حیاتی من است. یعنی از گفته‌های شما برمیاد که همون صحنه‌ای که شما در فیلم پری از پس کوی قاف نقش آفریدید یعنی اشک ریختید مخصوص برای اون صحنه اشک نریختید مخصوص از حیاتی خود را البته باید تو نگاه کرده اشکتون نمیبیاید باید شما فکر میکنید که چی بود که اشک من میریخت چی شده بود که من نگاه میکردم و آرزو میکردم و اشکم میریخت چی خیلی باید دل کار میکند تمام عضو بدن کار میکند مغز سر کار میکند حیات باید نگاه میکنید از روی حیات برای همین هم شما گلیسرین نمیچکنند برای همین هم از خودتون از تمام وجودتون و اشک میریزد برای همین هم تماشابین از قبول میکند چنان برای بختم قلف زده است که کلیدش را یافتم مشکل ترین کار است. بله میدونید هر یک هنرمند رو یک نقش یا دو نقش معرفی میکند به بیننده ولی هر نقشی که شما آفریدید و نقش یعنی مشهور شد و شما معرفی شدید به بیننده ببینید هر یک نقش شما رو بعد از تماشای فیلم باشد صحنه باشد شما رو همین گونه قبول میکنن نام شما همون میشود همون قهرمانی که در فیلم است یا در صحنه شما رو ملال نمیشد همون وقتا ملال نمیشدید که در صحنه وقتی میرفتید یا نیتای میگفتن یا اینکه یگان چیز دیگر میگفتن یعنی این افتخار بود برای شما یا البته رو افتاده میشدید نصیبه جون این افتخار است اون وقت نام نقش تو رو میگیرند سخنهای نقش تو رو میگیرند که در خاطر میدارند تماشابین اون وقتی که تو درست بازیدی تو توانستی بازیدن تو توانستی تا مغز سری تماشابین رسانیدن این یک فخر خیلی بلند است این افتخار است من در ماشین ها میگردم بعضی وقتی که بعضی من زیاد در اتوبوس ترالیبوس ها نشستم مرشد که در کوچه میگردم از پسی من سخنهای نقش های مرا علال خصوص نیتای خون رو که گویا که همین پروگرام مکتبی باشد همه میدونند مثلا همه میدونند ای هاجری جوانی مرگ اینجا بیا تمام سخنهای ما رو تماشابین از یاد میدونند مثلا این برای هنرمند وقتی که تماشابین تو رو میشناسد قدر میکند سخنهای تو رو میدوند از همه بهای بلند است هستن؟ هستن کنیم بیاید مرحمت شما برادکه کنی درایت کنی
خوش آمدن. السلام علیکم. مرحمت. کنی گذارید. نصرت که در خانه هستن؟ ها، در خونه. نجای خانه پا؟ الله بای. با نصرت کم یک کار داشتم. کار داشتی؟ قند کتانه زنید شو برات جان. همین از تحت دلم کار میکنید بیا. با آبی جان یک تا همین خیل موتورسیکل خریدم اونم گفته بودم فراموش کردیم. این موتورسیکل خدا نجای خانه پا؟ مایلش اگر شرم دارید من خودم کلید خو رو به دست آبی جان میسپارم. نجای خانه پا. السلام علیکم مصطفی. سلام علیکم. مردک جان ساعت 6:30 شدیم میمونه چیگینجا کجا هیچ گپ نمیبیاین. مردک جان شو براد اکیم بینید با آبی جان موتورسیکل تحفه آوردید. اوخی این مخو نه نصرت پرپیش این رحمت باور کن این موتورسیکل خودم رحمت دوستی جانی بود نه فهمیدم این نظر نیتا جان الله از آبی جان خبر خوب شده خوش آمدید. یعنی هر نقشی که شما بازدید البته خاطرمون است، یعنی در خاطر بیننده مونده است. خوب برای همین گونه خاطرمون موند نقش یعنی همین آفریده چی باید کرد؟ باید شاید نه همه اکتورها چنین هستند، شاید صدها نقش بازیدن ولی در خاطر نموندن این گونه هم هست. مثلا در بین ژورنالیست‌ها شمایان اگر در همین گروهتون 10 کس باشید 10 کس همه خوب شدنش ممکن نیست. مثلا ما هم همین طور ما 24 نفر دانشکده اکادمی صنعتی مسکو رو تمام کرده آمدیم. از بین ما شاید که از 24 کس خیلی 15 کس ما خوب هستیم. با 4 کس ما باز بهتر هستیم. با 2 کس ما از وای بهتر است. مثلا این خیلی هسته. برای نقش رو خوب بازیدن مهنت کردن در کار است. کوفت و کوب کردن در کار است. این مهنت طلب است. خیلی هستن هنرمندایی که مثلا متن رو از یاد میکنند و با صحنه برآمده بازی میکنند. برای همین هم اونها به خاطر نمیمونند. نه مهنت طلب میکند. من میدونم که در کینوستودیا در تلویزیون وقتی که ما یگان اسپکتاکل نو یگان پارچه ها رو میبازیدیم و یادی من دورهای سویتی دورهایی که ما کار میکردیم هر یک کادری ما و یک ساعتی چراغ میماندند و کامera تیار میکردند و ما هم زیبا هم خوب هم نقشمون میآفریدیم میدونستیم. مثلا در همین اپراتور همین قدر مهنت کرد. دیدید امروز همین خیلی مهنت میکردیم. دوست نمیداشتن مرا که من طلب میکردم که همین جای من نادرست بازی کردم از سر گیریم یا این خیلی میشد نه این خیلی میشد. بحث و مناظره میکردیم بعد یک چیزی که زیبا میبرم. شنیدی؟ شنیدم. سبزنیم شنیدی؟ شنیدم. ما را دشمن گفت. نویس با حرف کلا نویس. برای این گپایت پگاه ساعت 2:00 در نزد پرکورور جواب میدی. واهه ترسیدمه. واهه گرده ها کپیده شد. خوب البته نصیبه میدونیم که ما چون در راه ایجادیات کار میکنیم. ایجادیات صنعت این همه قربانی میطلبد. بعد یک پیرهی پرپیچ‌تاب است. خب شما نیز یگان چی را قربان کردید برای صنعت؟ بسیار چیزها رو قربان کردید. مخفی است نمیگویم. بیاد از اولش که سلامتی. دوم که زندگی روزگارم رو. سیومش اون که فکر میکنم که با 2 پسر که بهترین عزیز دل من اون چیزی رو که مادری حقیقی که در خانه می نشیند و مثلا خیلی بگذار در خانه نشیند همون مادرایی که بیشتر وقت دارن برای فرزندانشون مهرشون زیادتر میشد. البته مهری من سرشار است نسبت آنها همیشه اما من وقت نداشتم برای فرزندانم که با آنها بیشتر شینم بیشتر صحبت کنم بیشتر خوراک‌های با لذت پخته‌ام خواستی آنها رو اجرا کنم. برای اینکه باز یک بار دیگر میگم استانیسلاوسکی همیشه میگفت که یا صنعت یا اویله. برای همین
شاید منم کمتر هنرمند خوب هستم که من تمامی بودو شدم رو وجودم رو برای صنعت بخشیدم. ولی پشیمون نیست؟ نه هیچگاه نه پشیمون نیستم. خیلی علمم میباید بعضن من این خیلی سخنهای شما از همه چون وقتی موفقیت به دست آوردی البته پشیمون نمیشوی، چون امروز موفق هستید البته شما در جدای صنعت، در کینو و در تئاتر. تماما از خود رفته است این پلید. آهسته تر. دیوار موش دارد، موش گوش. دادا شما مگر از آن میترسید؟ تو حالا بسیار چیزها را نمیفهمی بچه. چرا نمیفهمم؟ مگر نمیبینی کسی بلنگ نفارد وای به جنگ میفرستد. آخر وای نه این کاری وای کمات کو. همه اشان آشناهای لنگ هرچی وای خواهد همان میشود. دادی درست میگوید بچیم. همه کار در دست خودش. دعوتنامه خودی منصور میفرستد. هر کس با وی اطاعت نکند همونو به جنگ میفرستد. در قشلاق ما حکومت سویتی نیست مگر؟ آن حکومت در خانه وی شب و روز مستعال است. چرا همتون میترسید؟ از کی؟ از لنگ؟ از میدانی جنگ. صد احسن آفرین میگوییم که برای ما زیبایی و تازگی میبخشند. سپاسگزاریم. به عشق عموما گمان میکنم که حیات نیست. بله. عشق آدم رو زیبا میکند، عشق آدم رو نیرو میبخشد، عشق آدم رو تمامی بهترین دقیقه های حیات انسان وقتی که عاشق است. و من عاشق بودم، عاشق همیشه هستم. خدا جانم باز یک بار دیگر میخواستم عاشق شدم که همون دل زنده شود و فکرها تازه شود و باز نو به نو کار کنی و به صحنه باز چیزهای نو بیاری. درست است. من خیلی دیر عاشق شدم، خیلی دیر عاشق شدم، اما یک مرتبه تا به آخر یک کس را دوست داشتم. تا به آخر در حقیقت اون عشق حقیقی که من احساس کردم در جوانیم اون تکرار نشد هیچ وقت. یعنی اون همون جوانی رسام بود یا وای عشق هم نبود؟ یک عشق کودکی بود. و یک روز در دوبلاژ با شادروان هنرمندی مردمی تاجیکستان محمود جان واحدوف در نزد پیپیتر ایستاده بودیم و یک صحنه عاشقانه رو همراه دوبلاژ میکردیم و من یک مکتوبی رو زمین سانیکوف گفتگی فیلمی رو از پس کادر زن مکتوب عاشقانه می نویسد به همون معشوقش. من خواندم. اکنون تصور کنید اینجا محمود اکا نشستند، اینجا عطا محمد جانوف، اونجا اصلی برهانوف، همه بزرگان نشستند و من جوان همین مکتوب رو خونده ایستادم. و من دلبر قاسم گفتن که دلبر جان این دختر عاشق است، همین خیلی خوانید، همین قدر سخن کردند و من خودم رو قپیدم و با تمام احساسات، با همون عاشقیم، با همون حسیاتم همین مکتوب رو خواندم و تمام کردم و محمود جانه که دست من گرفتن این طرف گذاشتن گفتن که عاشقیه؟ من عاشقم. محمود بعد گفتن که هیچگاه فراموش نکن همین حسیات رو.
همین عاشقی هم به هنر یاردم میدهد. دور توسط دریای سیر به کوگان از تاشکند باز خیلی راه رفتن لازم. من میروم. تو به کجا میروی؟ مگر نمیدانی که قطارها حالا چه خیل میروند؟ هیچ گپ نه. یگان خیل کرده میروم. بعد آدمان یاری میرسانند. کاری کرده من او را در جای دل پر میماندم. از دخترت بی‌پروا باش. وی همراهی ما زندگی میکند. تشکر محبت. میخواستم گویم کلخوز برایت مبلغ جدا کرده است و باز اینش از من. تو چی کار میکنی؟ گیر. لازم نه. بگیر التماس. تشکر کلان به شما. اما باز من درباره چی اندیشیدم. برادری من در کان معدن کار میکند. شاید با ماشین برده ماند. در زندگی شما درد زیاد بود یا شادی و سرور؟ شاید میگویند که درد هم انسان را میتواند موفق کند، میتواند در زندگی پخته کند. من یک خاراکتر دارم. درد دیگران رو خوب احساس میکنم. درد خودم رو به همه تقسیم نمیکنم. اگر من دردم عذابم گفته زندگی کنم، بعد دیگر کارها میمونند. فرزند میموند، هنر میموند، همه چیز میموند. خیلی خدا درد با خودش یاری میدهد و من تیز این کارها رو فراموش. من به درد طاقت آور هستم. من دیر فکر نمیکنم، مغزی سرم رو پر نمیکنم از درد. میگم که خدا جانم به من یاری رسون که این رو فراموش کنم. خدا از دردهای بد نشون ندهد. خدا از روزهای بد احتیاط کند. عادت قصاص گرفتن هم نداره؟ نه، از که قصاص گیرم. خودم زیبا، خودم هنرمند. در جواب بدی شما چی میگویید؟ فقط کوشش میکنم خوبی کنم. همون شخصی که من با بدی میکند، یکم رفته میخندم، یکم رفته سلام میکنم و آدم شرم میکند. من فخر میکنم. خوب است. بخشیدن خوب است. من بخشش میپرسم بگذار از من 100 مرتبه پایین باشد و باشد، بخشش میپرسم اگر گناهگار باشم، اگر یگان سخنی قبیح گفته باشم، یگان رنجانده باشم، البته بخشش میپرسم. زمانی به من همچنین مینگریستید. همش میگذرد رجب گل، لیکن چرا الله به من در پیرانسالیم عشق را روا دید؟ مرگ در چهره این کنیز دنبالگیرتان آمد. یا شما نمیبینید؟ مگر کور شده اید؟ او خودی مرگ است. مرگ است. پس من مرگ میخواهم. مرگ را آغوش گرفتن میخواهم رجب گل. در این سن و سال از خدا و رسول یاد کنید، نه اینکه مثل جوانی مبتلای عشق جنونی بسازید. او در یگان وقت به هیچ وجه شما را دوست نخواهد داشت. تنها با زوری میتوانید به او رسید. جایی که زوری است عشق نیست. میدونید شما یک بانوی زیبا هستید و در جوانی هم زیبا بودید، ولی برای بانوهای زیبا یعنی دوست داشتن یا که دوگانه داشتن، یک رفیق نزدیک داشتن خیلی دشوار است، زیرا که همه وقت دوست دوگانه یا که رفیق کسی که نباشد دوستی با وفا شده نمیتواند. شما همین گونه دوست یا دوگانه دارید که راضی دل میکنید؟ شما میدونید من یک دوگانه از همه زیبا دارم که از من هم زیباتر است، شاید از من هم هنری اون کس بلندتر است و ما دو کس وقتی که میگردیم اون کس ما رو تعریف میکنن، من اون کس رو. بله، من برای میپرسیدم. ما همدیگر رو همیشه تعریف میکنیم، کمبودی هایمون رو به همدیگر میگوییم. البته
جنگ هم میکنیم. جنگ هم میکنیم، شما میدونید جنگ هم میکنیم و جنگی اون خیلی که ما مثلا قصد گیریم و جنگی شویم نه. حاضر همین گپمو گفتیم جنگ حساب میشد. با خیر رفتیم گلسره جان تقاضا. جنگی که از جنگ این دو نفر حلاوت میبری. گلسره بلوی عزیزی دلی من. بهترین. چشم نرسد با دوستی ما از 50 سال زیاد شد و ما حالا هم دوست هستیم. یک چند وقت اگر با هم دیگر زنگ نزنیم گلسره جان دلبر جانی من شما نظمی من شما یاد کردم. منم زنگ میزنم همین خیلی ما مثل اپای و خواهر هستیم. بله با این سوال آنها نیز همین گونه جواب گفتن که تولید شدیم و تمام خویش تبارهایم با هم دیگر هم اتفاق هستند. در فیلم 13 سال و 3 ماه شما وقتی سناریو رو خوندید آنقدر جدی هم قبول نکردید نقش رو، ولی وقتی فیلم روی اکران برآمد مردم تماما دیگرگونه اون چیزی که شما تصور میکردید تماما دیگرگونه قبول کردن. شما چی اندیشه دارید؟ یک روز کارگردان به تئاتر اومدند و به من گفتند که همین سناریو رو خوانید، به همین نقش اهمیت دهید. وقتی که ما کار سر کردیم محمد ربی همین خیلی می ایستادند یک طرف با ما آزادی دادند، گفتند که همین خودتون چیزی خواهید کنید، من 100% به شما باور میکنم. و ما با محمد علی جان صحبت میکردیم، یک صحنه میخوندیم، گفتیم خیلی 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 همون گویا که هر دوی ما همون نقش رو گویا که از سر هر دوی ما همین حیات رو گذرانده باشیم، همون که بازیدیم با دستگیری همدیگر. ما هم با چشم نگاه میکردیم، من میفهمیدم وای چی میخواد، وای میفهمید که من چی میخوام، همین که بازیدیم گویا که در حیات بود. بله درست است. به همین گونه بیننده قبول کردن که گویا که در حیات شما باشه. من حیران شدم وقتی که بعد از فیلم با ما مکتوب میبیاید، زنگ میزنن، در کوچه ها میگویند حیات ما رو بازیدید، دلبر پا اینا از کجای افتیدون، چه خیل کردیتون. این خیلی بهای بلند است برای هنرمند. مراد جان این شمایید عزیزکی من، جان و جگری من تو را گم کردم. من تو را گم کردم. چقدر سالها از میان گذشت، منتظری آن همین واخوری بودم. خدایا من گمان کردم که شما مرا تماما فراموش کردید. هیچگاه تو همیشه در دل من بودی، من همیشه در فکر تو هستم. 13 سال و 3 ماه و تمامی عمری جوانی. تنهایی کجا سفر داری؟ به دیها، به قرطاق می روم. و محمد علی یعنی سبب شده و شما در یک فیلم خارجی نیست، یعنی نقش آفریدید اگر خطا نکنم در فیلم تلموش اکی و این نقش نیست خیلی نقش خوب و بهترین است، آنجا نیست خیلی با مهارتی والا نقش آفریدید. من باز یک بار میگویم که هنرمند خوشبخت هستم که با چنین کارگردانای بهترین کار کردم و محمد علی با من گفتن که دلبر جان امروز من شما نزد یک کارگردان میبرم. من هم از تئاتر خیستم رفتم، مرا با تلموش اکیف شناس کردند. تلموش اکیف شد روان اکنون همین خیل من دید و گفت که شد کینا پروبا هیچی نیست. من گرفتم، دلبر گرفتم. تمام با خیلی دوستای نزدیک شدیم، در اونجا کارهای خوب کردیم، آموختیم از همدیگر. با عربستان هم همکاری داشت این فیلم.
бо ҳунармандони беҳтарини туркманистон, масалан қирғизҳо, тоҷикистон мо ҳамкорӣ кардем. خیلی خوب، نقش خوب، فیلم خوب هم هست. ولی در فیلم حلیم سنگین شما نقش خوشتومن رو بازیدید و اون نقش خوشتومن رو از حیات خود، یعنی خوشتومنی خود رو کردید یا از خوشتومنی دیگر کس گرفته نقش آفریدید؟ من خیلی خوشتومن نیستم. من با کلینم چون دوگانه رفتار میکنم، چون دخترم رفتار میکنم. لازم باشد جنگ میکنم، لازم باشد نصیحت میکنم، دستگیری میکنم، مثل دخترم مناسبت میکنم. و اکنون همچی طوری که در بالا چندین مرتبه گفتم آموختنی образ. بله درست. یگان خوشتومنی بد کمند. نه بسیار. زیادن. و شما خیلی عالی آفریدید. تشکر. خب هم در صحنه تئاتر خیلی هم موفقیت به دست آورید، هم در صحنه سینما. به هر حال اگر در انتخاب میموندن کدامش رو شما بیشتر دستگیری میکردید؟ یعنی سینما و یا تئاتر؟ یعنی در کجا خود رو بیشتر آزادتر حس میکنید، راحت‌تر هستید؟ البته تئاتر. البته تئاتر. در تئاتر زندگی میکنی در مدتی 2 ساعت 1.5 ساعت. همه رو از نو میبازی، از نو. وجودت هر روز کار میکند از نو. کینو رو هم دوست میدارم. بی کینو هم نمیشود. مثلا ما رو مشهور کرده است کینو، تلویزیون. فهمیدید؟ و اما تئاتر چیزی دیگر است. در تئاتر چطوری که گفتم هر روز یک образ رو از نو میبوزی، از نو از سر میگذرانی. سخن زنده با تماشابین زنده روبرو میشوی، چشمان آنها رو، سخنهای آنها رو، اشکهای آنها رو، خنده های آنها رو با گوشت میشنوی. فهمیدید؟ این یک عجایب است. هر وقتی که قبول تماشابین رو تو حس کردی، وجودی تو باز بیشتر کار میکند، باز میخواد خوبتر بازی، باز بالاتر، بیشتر خودت رو دی برای همون تماشابین. آزردنی محبوبه روا کدونه حرفی بزنی تیغ کف بگذاره گوشم نکند چه کلفتی بی پایان گرگوش کند چه سان قطار مردم اون ریزی خوشی که هر دو را جفت کنیم ردیق غلامی من بگویم سالیم و از جنگ و جدل دست کشد مردانه ایوام نکند عشقی تو چون دیوانه آزاد شوم از همه شیر مادر محرم بفرست رودریگو رو به حرم امروی گرافو آینی قصد چون حالتشون هر دو بیرفتن از تنها درشان گرفتاری بحث و تلاش در جنگ رفتن در خونه خراش بله در بسیاری، یعنی خیلی نقش‌های زیاد آفریدید، بسیاری образها رو آفریدید، ولی هست یا بود نقشی که образی که شما می‌خواستید ببازید ولی به شما نقش رو پیشنهاد نکردن؟ البته هر هنرمند میخواهد که نقش‌های اساسی رو بازد، نقش‌های بهترین جهان رو بازد، کلاسیک بهترین مثلا پیس‌هایی هستند که همه آرزو میکنند. در جوانیم من گله نمیکنم که من کم بازیدم. من خود شکر که خیلی زیاد نقش ها رو در حقیقت هنرمندای جوان ها همه آرزو دارن که بازی کنن. من خیلی زیاد بازی کردم، شکر. لیکن در جوانی هم میخواستم جولیتا رو بازم، میخواستم افیل رو بازم، میخواستم لیلی رو بازم، اون زیبا دختران، اون عاشق دختران عاشق رو بازم. اما در رپرتوار ما نبود، نبازیدم. انا همین خیلی آرزوها بود. سینمای توجیک امروز با اندیشه شما چگونه است؟ چون شما در 2 دوره کار و فعالیت کردید. امروز خوب کارگردان های جوانی است با روی میدان سینما آمدن، کار و فعالیت کرده ایستادن. اکنون من قدر زیاد با جوان ها کار نکردم و اگر از روی تماشای فیلم ها بها دهم، اونها جوینده هستند. آنها کوشش کرده ایستادند که وارد شوند به جهان کینو. بسیار میخواستم که آنها مثل کیمیاگارف شوند، آنها مثل فیلینی شوند، آنها مثل بسیار رژیسورهای بزرگ شوند، خوانند بیشتر و هنرمندهای کسبی رو بیشتر استفاده برند.
Как разговорились с этой кухаркой. Ну, тихо, Чик-чирик, тихо. чирик-чирик, какие Перестань голубки. ты. Как вы могли сравнить ее со Тихо, мной? Вы тихо. унизили меня. Хватит а? тебе. Кто она и кто я? Ну? Я же дочь ученого Камаридина, приближенная к его величеству. Она кто? Дочь какого-то нищего медника. Они же слышат. Успокойся, наконец. Ну, ты же сама говорила, что к власти пришел молодой эмир. Наверное, он будет чины раздавать. А вдруг повезет и мне? Мы же сговорились сделать ему подарок. А ты заладила чик-чирик, рис-салат. Представь, что это безумный рис-салат узнает о наших планах. Сорвется, как бешеный в Бухару. А? Такой скандал нам может учинить, что я и глаз не покажу туда. Вот так она нас может опозорить. Так об этом я и говорю вам. Пока Рисолат не догадается, зачем вы собираетесь везти в город Зиби. Ну, в конце концов, она ваша дочь, ты вы можешь имеете на говорить нее потише. право. Эй, ну идите же скорей. Идите. Ну, иду. як сиро гӯям, агар шумо малол намешавед, имсол соли шумо аст, яъне Дилбар Умароваи зебову хушсалиқа агар махфӣ набошад, имсол яъне мавлуд доранд. Рост. Солашро намегӯям. Баъзан мумкин нест. Баъзан мумкин нест. Савол додан ҳам мумкин нест. Дуруст аст. Фақат мегӯям ки имсол чӣ чиҳоро мехоҳед ки, яъне шояд чӣ чизҳоро мехоҳед ки ба даст биёред, ё ин ки чӣ орзуҳо доред ки имсол мехоҳед амалӣ шавад. Ман шукр мекунам ки ба ҳамин сину сол расидам. Ҳеҷ гоҳ фикр намекардам ки то ҳамин сол мерасам. Шукр мегӯям. Албатта мехостам ки ҳоло қувват дошта бошам. Мехостам ки нақшҳоямро аз оне ки кардам бештар бозам. Ки тамошобин нагӯяд ки ҳайфи Дилбар. мехостам ки боз қуввати зиёдтар диҳам ба ҳамон нақшҳоям. мехостам ки тоҷикистони азизи ман ҳамеша обод бошад, ҳамеша осмони мо соф бошад, ҳамеша мехостам толори мо пур аз тамошобин бошад. мехостам шумоён ҳам зуд ба театри мо омада истед. мехостам фарзандону набираҳои ман тинҷу амон бошад. Анамин ҳамаи орзу ниятҳои шумо яъне амалӣ гарданд ва ҳамеша сеҳату саломат бошед, рӯи саҳнаи театр, синамои тоҷик бошед ва пеш аз ҳама дуогӯи фарзандону набирагон бошед. хуб, мо бори дигар як ҷаҳон аз шумо сипос менамоем ки даъвати моро пазируфтед. Ман боварӣ дорам бо ин суҳбати гарму самимӣ ки ман албатта аз ҳаминҷо зеҳн монда фақат гӯш кардам. хело ҳам як лаҳни зебо доред шумо, хело ҳам суҳбати хуб буд. боварӣ дорам ман ҳамин суҳбат барои бинандагони мо низ писанд омад ва айни замон хонадони тоҷик пур аз нури ҳунари шумо буд ва бошад ки шумо ҳамеша ан ҳамин гуна пур аз нерӯу тавоноӣ болои саҳнаи тоҷик бошед. бале, мо аз шумо сипосгузорем, зеро ки мо аз шумо зебоӣ гирифтем, аз суханҳои неки шумо, яъне ба худ ғизои маънавӣ гирифтем. ҳамеша сеҳату саломат бошед. хайр, дӯстони азиз, хонаободу сарбаланд бошед.